کنسرت جدید رمیشا شفا با استاد منگل در کشور امریکا، اسادت و بخیلی نغمه با منگل. رمیشا شفا چرا با منگل کنسرت مشترک برگزار می کند؟ این کنسرت چی تاریخی برگزار خواهد شد؟ ناگفته های جدید منگل درباره نغمه. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. رمیشا شفا، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، از ولایت زیبای کندهار، از مادر و پدر پشتون دیده به جهان گشود. رمیشا شفا در سن طفولیت با یک مرد پشتون در کندهار ازدواج کرد و صاحب دختر شد. رمیشا به خاطر ادامه تحصیلاتش به کمک یکی از خویشاوندان پدرش به کابل برگشت و بالاخره به امریکا رفت. رمیشا دوباره من حیث ترجمان در افغانستان اجرای وظیفه می کرد. رمیشا تا کنون 3 بار ازدواج کرده است و قرار است برای بار 4م با مدیر برنامه‌هایش که یک پسر ایرانی می باشد ازدواج کند. جدیدا رمیشا شفا قرار است با منگل، یکی از هنرمندان بی بدیل و سابقه دار در هنر موسیقی افغانستان، کنسرت مشترک را در امریکا برگزار کند. این کنسرت قرار است در 18 جون 2024 در امریکا برگزار شود. این کنسرت مشترک نغمه با منگل در صفحات مجازی نقد و نظر فراوانی شده است. از جمله نغمه برگزاری این کنسرت منگل با رمیشا را نقد شدید کرده است. ولی هر هنرمند خودش میداند و تصمیمات زندگی و کاریش. ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. دوستان و عزیزان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.